کتاب تاج دوقلوها، جلد اول، فصل دوم. شاهدخت روزوال هارت به نگاه‌های دیگران عادت داشت. نگهبانان کاخ که دکمه‌های زرین لباسشان در نور آفتاب برق می‌زد، هیچ وقت زیاد از او دور نمی‌شدند. خدمتکاران با دقت او را زیر نظر داشتند و اغلب خواسته‌هایش را قبل از آنکه به زبان بیاورد حدس می‌زدند و اجرا می‌کردند. از آن طرف چپمن پیشکار کاخ هم بود که همیشه مانند پروانه‌ای به دور شمع نزدیک او می‌پلکید. چپمن در هر لحظه روز می‌دانست روز کجاست و مراقب بود که طبق معمول سرگرم خیال پردازی نشود و برنامه‌هایش به تعویق نیفتند. البته مردمش هم او را تماشا می‌کردند. در واقع نادری که از کاخ به شهر اشلین پایتخت ایانا می‌رفت، مردم در خیابان‌ها صف می‌کشیدند تا او را ببینند. آخر او شاهدخت محبوبشان بود، به زیبایی همان گلی که نامش را از آن گرفته بودند و به همان اندازه پاک و عطرآگین. دست کم روز تصور می‌کرد مردم درباره‌اش اینطور فکر می‌کنند، چون اجازه نداشت با هیچ کدام از آنها حرف بزند. فقط می‌توانست مژه‌هایش را به هم بزند و از دور برایشان دست تکان بدهد. اما وقتی ملکه می‌شد، همه چیز تغییر می‌کرد. در نظر داشت از سرزمین‌های دور پادشاهی دیدن کند و با مردمی که آنجا زندگی می‌کردند ملاقات کند. می‌خواست با مردم حرف بزند، مردمش او را بشناسند. گاهی حاضر بود قسم بخورد که حتی پرندگان استاکرست هم با دقت بیش از اندازه به او نگاه می‌کنند. اما خب روز قوه تخیل عجیب غریبی داشت. چپمن بهترین دوستش سلست را به خاطر این موضوع سرزنش می‌کرد. سلست و روز برای هم داستان‌های عجیب تعریف می‌کردند که هر کدام از دیگری باور نکردنی تر بودند و آنقدر به این کار ادامه می‌دادند که از خنده روده بر می‌شدند. گاهی بزرگترین آرزوهایشان را روی یک تکه کاغذ می‌نوشتند و بعد کاغذ را روی شعله شمع می‌سوزاندند و خاکستر آرزوهایشان را به آسمان می‌سپردند. روز همیشه عشق آرزو می‌کرد، در حالی که سلست ماجراجویی را انتخاب می‌کرد. روز با خودش فکر می‌کرد یعنی ممکن است آدم بتواند هر دوی اینها را با هم داشته باشد. هرچند زندگی ماجراجویانه مناسب یک ملکه نبود. برای همین چاره‌ای نبود جز اینکه در رویاهایش درباره ماجراجویی خیال پردازی کند و به قدم زدن در باغ‌های زیبایش قانع باشد. خم شد و همانطور که گل سرخی را با ظرافت از شاخه میچید، لبخندی بر لب نشاند. دستش را دراز کرد تا یکی دیگر بچیند که یک دفعه خشکش زد. ناگهان احساس عجیبی به او دست داد، انگار یک نفر خیره نگاهش میکند. یک آدم جدید. سرش را بلند کرد و از میان نگهبانانی که کنار دروازه ها ایستاده بودند نگاهی به جنگل آن سوی کاخ انداخت که در سایه های فرو رفته و نور خورشید در حال غروب نوک درختانش را به رنگ نارنجی آتشین درآورده بود. دردی در سینه‌اش پیچید. دستش را روی قلبش گذاشت. ممکن بود به خاطر شیرینی‌هایی باشد که آن روز بعد از ظهر خورده بود، یا شاید هم فقط به خاطر اعصابش بود. با توجه به اینکه زمان مراسم تاجگذاریش نزدیک می شود، ذهنش هم خیلی درگیر. صدای آشنا در باغ گلهای رز پیچید و او را به خود آورد. روز، تنهایی اینجا چیکار میکنی؟ از میان تمام کسانی که او را زیر نظر داشتند، وزیر همیشه بیش از همه حواسش به بود. ویلم راتبورن، مردی که تنها چند دقیقه پس از به دنیا آمدنش جان او را نجات داده بود. 18 سال میشد که وظیفه محافظت از او را بر عهده داشت، بنابراین موهایش را در آسیاب سفید نکرده بود. همانطور که به سمت روز میآمد، اخمش چنان عمیق بود که بسیار پیرتر هم به نظر میرسید. روز با دیدن او بی اختیار تعظیم بلند بالایی کرد و دامن پفدار پیراهن صورتی رنگش دورش روی زمین پهن شد. داشتم برای اتاقم چند شاخه گل میچیدم. ویلم نفسش را با نارضایتی از بینی بیرون داد. این کار خدمتکاراست، نباید این وقت شب بیرون باشی. روز آهسته خندید تا به او اطمینان خاطر دهد. خورشید تازه غروب کرده. تازه اینجور نیستش که وسط خیابونه اشلین باشم. اینجا تو باغ خودم در امانم. درست است که ویلم یک جورایی مثل پدرش بود، اما همیشه فاصله‌ای بینشان وجود داشت. روز در تمام عمرش دوست داشت خودش را به او ثابت کند و حالا بیشتر از همیشه دلش می‌خواست نشان بدهد که آمادگی ملکه شدن را دارد. می‌خواست ثابت کند که برای آینده پادشاهی قابل اعتماد است. دستش را دراز کرد تا شاخه گل دیگری بچیند و گفت: ویلم عزیز، اینقدر نگران نباش. ویلم با نگاهی جدی به او زل زد. روز، چند بار باید بهت بگم که حواستو جمع کنی. باید در همه حال هوشیار و گوش به زنگ باشی. خطر. روز آهی کشید و جمله او را کامل کرد. همیشه در کمینه و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. ویلم همواره در مورد امنیت او به شدت سختگیر بود و حالا با نزدیک شدن زمان تاجگذاریش به شکل وسواسگونه‌ای حساس‌تر شده بود.
روز به خود یادآوری کرد که ویلم فقط نگرانش است و خیر و صلاحش را می‌خواهد. پس دستش را با مهربانی روی بازوی او گذاشت و گفت: ویلم، خودت میدونی که تا مدافع بزرگ مراقبم اتفاقی برام نمیافته. آنها زیر تندیس مدافع نیای بزرگ روز ایستاده بودند که با نگاه سنگیش کاخ را زیر نظر داشت و مراقب آن بود. مراقب روز بود. البته روز پیش خودش با مجسمه کمی مشکل داشت. تندیس سنگی جلوی نور را میگرفت و گل‌هایی که زیر سایه‌اش بودند هیچ وقت به اندازه گل‌های دیگر قد نمی‌کشیدند. با این حال روز ترجیح میداد مجسمه نزدیکش باشد تا اینکه اصلا نباشد. دیدنش به او یادآوری میکرد که هدیه ارزشمند دارد. یادآوری میکرد که ویلم مچ دستش را گرفت و گفت: بیا بریم، میگم خدمتکارا برات گل میارن و تو اتاقت بذارن. روز با حالتی دمق پشت سر او راه افتاد و از هوای خنک شبانگاهی و رویاهای مربوط به عشق و ماجراجویی دور شد و دوباره قدم به سایه‌های درون کاخ گذاشت. هنگامی که از پله‌های مارپیچ برجی که اتاقش در آن بود بالا میرفت به خود گفت: وقتی ملکه بشم همه چی بهتر میشه. میتونم اگه دلم خواست تموم شب برقصم و هیچ کس بهم امر و نهی نمیکنه. به بالای پله‌ها رسید و به نگهبانی که پشت در ایستاده بود لبخند زد و بعد درهای اتاقش را باز کرد و وارد شد. فقط وقتی رد خون روی دستگیره در دید متوجه شد که انگشتش با خار گل‌های رز بریده شده است.